پروژه جایگزینی ایران شهری‌ها و آرین طباطبایی به جای نایاک و اصلاح طلبان. پس از پایان تاریخ انقضای اصلاح طلبان، اینک رژیم ایران نیازمند یک جایگزین به جای اصلاح طلبان و نایاک است تا بتواند هم در عرصه جهانی و هم در بین اپوزیسیون مرکزگرا و هوادارانش به فریبکاری برای بقای بیشتر خود ادامه دهد. اینک شخصی به نام سید جواد طباطبایی، تئوریسین تز ایران شهری، این مسئولیت را به عهده گرفته است. اما چرا ایران شهری؟ تقریباً در تمام تشکلات اپوزیسیون مرکزگرا پس زمینه باستانگرایی و سیاست یکسانسازی هویت در جغرافیای ایران وجود دارد. بنابراین رژیم با مطرح کردن چنین ایده‌ای می‌تواند علاوه بر همراه کردن اپوزیسیون مرکزگرا با بخشی از بدنه رژیم به راحتی بین آنها نفوذ نماید که تجربه موفق رژیم در حضور اصلاح طلبان در رسانه‌های مختلف خارج از ایران و تعریف و تمجید از سید جواد طباطبایی و تز ایران شهری وی مؤید این مطلب است. سوی دیگر ارائه مجوز فعالیت به حزب پان ایرانی است که با نماد نامساوی به نشانه برتری نژادی به شکلی رسمی در تهران و اهواز دفتر داشته و با پرچم شیر و خورشید فعالیت می کنند، در راستای تبلیغ و مطرح کردن ایران شهری و جایگزینی آن با اصلاحات تاریخ مصرف گذشته می باشد. چرا که رژیم خوب می داند که هر جریان سیاسی برآمده از اراده رژیم تاریخ انقضایی دارد و اکنون زمان جایگزینی یک جریان سیاسی دیگر به جای اصلاحات است. پان ایرانیست ها و ایران شهری ها همانند نایاک و اصلاح طلبان در قامت دفاع از اعمال و سیاست های منطقه‌ای و داخلی رژیم ایران برآمده‌اند. در این راستا افرادی همچون سید آرین طباطبایی، فرزند سید جواد طباطبایی، به عنوان سخنگو و شاید نماینده غیررسمی رژیم در آمریکا که در پوشش مشاور در وزارت خارجه آمریکا استخدام شدند تا از سیاست‌های رژیم دفاع نمایند که سخنان مختلف ایشان و حمایتش از سیاست‌های رژیم اثبات این مدعاست. But protests are actually a feature in the Islamic Republic. They're not a departure. So protests, discontent, reform efforts are all part of an inherent part of Iranian public life. And, if you go back again to 2009 and then later in 2012 and then 2017 and 2018, people have been predicting that the Islamic Republic will collapse. And actually there's a joke that goes around in Iranian families, which is, inshallah next year in Tehran. Right, but inshallah next year in Tehran has been sort of kicked down the road for 41 years. And the IRGC came out and took responsibility, kind of shockingly actually. It's not something they typically do. They're not an organization that is known for accountability, for taking responsibility. And they did that for a change, saying that, they had down the airliner accidentally, and they tried to take responsibility for that. Iran can't choose to ignore what is going on in Iraq because ISIS actually poses a viable threat to Iranian borders. The Iranian view, which is actually quite different from some other countries and especially Sunni majority countries' views. The Iranian Supreme Leader is said to have issued a fatwa, that is a decree prohibiting nuclear weapons. I have spoken to a number of Shia authorities in the past few years doing my research, and most of them, actually all of them, have said that on the use they are positive that it is prohibited by the Shia jurisprudence. And one of the reasons they say this is that very similar to principles that we have in international law. There are reports that Iran's foreign minister, who's the face of Western engagement, is also going to be sanctioned by the end of the week. Someone like Zarif, who has been the face of engagement with the West, well, you've lost a lot of your political capital. انتخاب آرین طباطبایی به این سمت نه به دلیل قابلیت‌های شخصی وی بلکه به دلیل معروفیت و محبوبیت پدرش نزد اپوزیسیون مرکزگرا است که باعث می شود تا نقطه اشتراک اپوزیسیون مرکزگرا و سید جواد طباطبایی در باستانگرایی و تلاش برای یکسانسازی هویتی در جغرافیای ایران مانع انتقادها به فعالیت‌های آرین طباطبایی شود.
چرا که اینک گروه نایاک گروهی افشا شده و مهره‌ای سوخته برای رژیم بوده و دیگر کارایی گذشته را نداشته و انتقادات و فشارهای شدیدی از سوی رسانه‌ها و اپوزیسیون مرکزگرا متوجه آن می باشد. به نظر می رسد که پروژه رژیم در جایگزینی ایران شهری‌ها به جای نایاک ناموفق هم نبوده و علیرغم سخنان آرین طباطبایی در حمایت از سیاست‌های رژیم و قاسم سلیمانی، انتقاد چندانی از سوی مرکزگرایان مطرح نشده و بیشتر سعی در بایکوت خبری و نادیده گرفتن سخنان وی داشتند. مسئله سکوت و حتی همراهی اپوزیسیون مرکزگرا با جریان پان ایرانیسم در داخل و خارج جغرافیای ایران، هرچند در راستای تلاش برای هویت زدایی و تداوم استثمار ملل غیر فارس انجام می شود، قطعاً می تواند با طولانی تر کردن عمر رژیم به زیان همه مردم ساکن ایران تمام شود و این همراهی اپوزیسیون مرکزگرا با جریان پان ایرانیسم خیانتی است که گریبان خود آنها را هم خواهد گرفت.